سلام، روزتون بخیر. به ویدیو دیگه خوش اومدین. قرار امروز همراه ما باشید بریم ییلاق کلی خوش بگذرونیم. منم بیدار شدم و اول گفتم نهار رو آماده کنم، بعد یه کوکی کیکی چیزی آماده کنم برای تو راهی. دیدم روغن ندارم، باید برم خرید و بیام. تا عادل نیومده دیگه این کارام هم انجام بدم. بچه‌هام ازشون خبری نیست، میدونن که من کلی کار دارم، هیچکی به من زنگ نزده. و تا یادم نرفته بچه‌ها اینو بهتون بگم، تو 2 تا ویدیو قبل‌تر من گفتم که یعنی رفته بودیم باغ، من میوه رو نشسته خوردم، گوجه خیار رو، بعدش هم خوفونه سیمین غذا خوردیم. من فکر کردم که زیاده روی تو غذا کردم، به خاطر اون معدم درد میکنه. به هر حال این مدتم فاستینگ بودم، معدم یکم حساس تر شده، ولی واقعیتا تو این مدت به هیچ عنوان من اذیت نشده بودم، معده درد نداشتم و گفتم حتما غذا زیاد خوردم. که یکی از بچهای یوتیوبی که به هر حال با اطلاعات کامل دکتر هستش اومد برای من کامنت گذاشت که ستاره نشسته میوه نخور، کلی به هر حال باکتری داره، میکروب داره. و من دیدم چقدر درست میگه. یعنی عادل اومده دست همسایه‌مون در نکنه برام از اینا آورد، حالا تو راهی میبرم. خب داشتم میگفتم بچه‌ها، دوستم کامنت گذاشت که یادم رفت من داشتم چی رو توضیح میدادم. مرسی که تعامل دارید و خلاصه من وقتی یه سوالی میپرسم یا حالا تو ویدیو یه چیزی رو میبینید میایین خلاصه اطلاعات خودتونم به ما میگید و راهنمایی میکنید. فهمیدم که من به خاطر نشستن اون خیار و گوجه معده درد شدید گرفتم و هنوزم خوب نشده، یه کوچولو هنوز درد میکنه و دوستم گفت حتما برو دکتر. ولی امروز که من دارم ویدیو میگیرم پنجشنبه است و تعطیل رسمیه، متخصص نیستش و اگه من برم کلینیک در حد اون مسکن رو میده که من خونه دارم که بخورم. امیدوارم که چیز خیلی مهمی نباشه که منو اذیت بکنه و برام دعا کنید تو رو خدا. من اصلا حوصله دکتر رفتن ندارم و اصلا دوست ندارم پام به اینجور جا باز بشه. میدونم هیچ کس دوست نداره، من یه ذره اینجوری بدقلق‌ترم واسه دکتر رفتن. امروز همراه ما باشید، امیدوارم که کلی خوش بگذرونیم. اونایی که تازه وارد کانال شدن یادشون نره برای حمایت. بچه‌ها ویدیوها خیلی ویوشون پایین اومده، میدونم شما دارید حمایت میکنید، منم باور کنید با جون و دل و با عشق دارم براتون ویدیو میگیرم و لطف میکنید اگر منو حمایت کنید، وقتی میبینید لایک کنید، منو به دوستاتون معرفی کنید. اگر ویدیویی خوشتون اومده به دوستاتون پیشنهاد بدید اونا هم نگاه کنن. خلاصه بدونید که خیلی کمک بزرگیه به من. دوستتون دارم، همراه باشید. غذای مخلوطی خیلی راحت و سریع آماده میشه و خیلی وقتم بود من هویج پلو درست نکردم. اول 2 تا پیاز و قشنگ خلالی خوب میکنم، تفت میدم سبک بشه، بعد هویج رو اضافه میکنم، بعد مرغ و ادویه برنجم که آبکش اینجوری مخلوطش میکنم، داخل قابلمه میریزم. خیلی عطر و بوی خوبی داره. غذای برنجی در واقع میشه گفت ما رو نجات میدن، خیلی سریع آماده میشن، اونقدرم ریخت و پاش ندارن. بچه ها موفق شدم روغن بخرم، یا سرخ کردنی نیست یا پخت و پز. چند جایی گشتم تا تونستم اینو تهیه کنم. مثلا اون رو جمع کردیم، آخرین سرویسی که میریم پایین. البته عادل همه رو برد. درود دوستان، هر جا که هستی شاد و خوش و خورم باشید. من از صبح که پا شدم یکم شکمم درد میکنه، اینجوری بیحال. مریض نیستم، فقط شکمم درد میکنه. بیام نکنه من ویروس گرفتم به تو انتقال دادم. من که اون یه طرف دیروز که رفته بودیم سر کار برق رفته بود، 2 ساعت بیکار بودیم تو خونه. یکم شکم رفتیم، یکم شنا رفتیم. حالا گرفتگی به یه طرفی گرفته دردم دارم، از داخل درد دارم، از بیرون درد دارم. این از کیک شکلاتیمون یه جوری اونو نمیشه بذارید پشت. بچه‌ها ببینید من حتی تو سفرم هم به یاد شما دارم شورت ویدیو بستنی انبه میذارم. دوست داشتید استقبال کنید، کامنت بذارید برام. رسیدیم پوری اینا هم آماده. سلام، چه خوشتی، چه لباس زیبایی. اصلا بگم این قلب از اون
فینال کذایی خریده شد. می‌خواستیم بریم فوتبال. من مثلا قبل از اون خریده بودم دیگه گرفته بودم. خوب کار کردی. ایراد نداره. گلی بیا. من الان نگران نیستم، من فقط نگرانم اگه اون ساگ نه بهش گفتم نیاره. نه بهش گفتم سلام. بهش گفتم مزاحمت شدم. قربونت برم. فدات بشم. خوبین بچه‌ها؟ خانم یه چشمی نور خورد تو چطوری؟ قربون خوبین بچه‌ها؟ چه خبر؟ جاتون خالی؟ یه سریا رو باید زیر پا بذاریم ایسن. اینو بذار زیر پا. به فکر مریم هم باش آقا، اونم داره. حالا اگه شو جابجا می‌کنه. خدا دیدی وسایل کم آوردم، فقط یه کوله آوردم. یه کوله ولی گنده. جاتون سبز بچه‌ها. می‌خوام بریم یه جای قشنگ، من تا حالا نرفتم، خیلی دوست داشتیم منو میسم بیایم. جای بچه‌ها مسا و پیمانم خیلی خالیه. دیگه بریم خوش بگذاریم. جاتون خالی. بیاین. خدا رو شکر یه ساک کوچیک برداشت مریم. سلام، خوبین بچه‌ها؟ خوشین؟ چطورین؟ وای چطور؟ من الان دارم تو نگاه میکنم، چقدر ظریفی. چی بکنم؟ خدا رو شکر. یه جا هست. آره دوستمون دیگه نیقلون شده. آره اونطوری هم دیگه حتی نیست. بریم چه همه اسپورت و بامزه پوشیدن. من نداشتم. ببین همه لباس دارن، نمیای منو ببری خرید که. والا تو همه جا میری، فقط لباس با من دوست دارم انتخاب تو باشه عزیزم. لباس خوب از این شربت ها میخوره شکم درد میگیره. عادل از تو میبرزه ولی سلیقه خودشو میگه بدن. بدن موقع تو باشی. نه آب ناره میگم، بهار ناره. اوه با کلاسی ره. من که بردار دیگه من یه لبوبو نیاز دارم. نه اونم بابا چرت و پرت درست کن. قبلا خوشم میومد. تغییر کرده یا همون؟ آره همین. آره این خوبه. تو قیامت آره. حلقه کرانچی میخوام. تخمه یه مقدار آوردم، یکی بردارینم. خوبه. آقای معمولی. آره ببین اینو. من زیاد چیپس و بابایی دیگه نیستم. آقا دیگه الان امروز بخوریم. منم نیستم. چند روز دیشب کاکا خوردم. کیک داریم والا. آش واقعا اینا تنوع. بگیر. کرانچی میخوایم بچه‌ها؟ آره ستاره بگیرین یه دونه. بگیر دیگه. هر چی گرفت هر چی خودت دوست داری بگیر. بریم داخل. آب نوشابه. بچه‌ها این بستنی میهنه، ولی اونی که من آموزش دادم خیلی بهتر از اینه. زمون نمیخریمش. چی میخوای؟ نوشابه. بچه‌ها پسرها رفتن دنبال کپسول. من فکر کردم جا کم بیاد و یه مغازه قدیمی اینجا پیدا کردیم که نونا رو خیلی بهداشتی گذاشته که خنک بشه. خیلی جالب. وای اون یه دونه رو که این وسط این داری گذاشته. آها پیدا کردم. آره آفرین. مرد فکر کنم برای خودش بود داد به اینا. نداشت میخواست برای فکر. من عادت دارم این ساعت باید آووکادو بخورم. صبحم نه این ساعت 5 ظهر. این ساعت از پا میشه آخه. راست میگه. تازه روز من شروع میشه تا 5 صبح. اون یه تازه شب 3 شب تازه شروع کنه پیام دادن توی گروه. راست میگه. تازه اون موقع ما بله ما لاکچری فلان بسار. وقتی همه همکاری میکنن که باید که فضا براتون بگیرم. نه خوبه. باید بزنم بشم. رسیدیم شیر بچه پیر. گفتیم اینجا یه چای هیزومی بزنیم بعد حرکت کنیم. هم تو راه مهه، هم یه کوچولو ریز داره بارون میاد یا مه غلیظه نمیدونم. خیلی حالا اومدیم یه چای بزنیم و بریم چون دیره. تا این مسیر رو بریم فقط تا اینجا بکنم. آسفالت بعد این دیگه کلا باید خاکی رو بریم بالا. برای مسابقه هستی؟ آره راست میگه. دستت در نکنه. مرسی. بچه بوی بهار نارنجی میاد. خیلی بالا. جاتون سر بچه.
تو اون چی میذارم به نظره؟ اینجور داره میکنه بخاری دیگه چرا بیرون؟ دورش بشینن گرم کنن دستشونو گرم کنن. از این به بعد دیگه مسیر خاکیه تا بالا بله ما برنج رسیدیم حالا میخوایم بریم نظر آدم خیلی بال ذوقش بال چی میگی؟ باز سری داره میان خیلی خوبه موسیقی اول طبیعی تر الان هم با گوشی علی با گوشی نمیشه ویدیوهایی گوشیت بیرونه ما داریم این مسیر برم به رزه رو میریم خیلی جاده مهدانه اینجا داداش سینا داره کمک میکنه اونا پاترول دارن موندن بغل که ما بریم چون هم سربالایی هم خیلی جاده لغزنده شده دازو بله لحظه پر هیجان شنه نه شمیدی خالی بود نمیتونی؟ خب لحظه سرنوشت ساز اصلا ما هیجانی خب چه اتفاقی میفته من نمیدونم خونسه نفس ها در سینه حبس خیلی اول لباسی چند پشت من آمده میتونی تو میتونی دستشون در نکنه خودمون عوض کردیم قراره بیایم اینجا من رفتم با مامان بابای سینا سلام علیک کنم اینا زودتر رسیدن چقدر خوشگله قیافه مریم میگن نرسیده تو زردت شده نه بابا اصلا هوا عالی نرسیده پسرها دارن هیزم میارن که اگه سردمون شد آخه فکر کن چه هوای خوبیه بتونیم بخاری رو روشن کنیم خیلی جالب تازه میگه سردمون شد من دارم یخ میزنم ما که سردمون نمیشه تو سرمایه هستی از این بخاری هیزامیا که عشق منه ولی خونه سینا اینا بخاریشون به نظر من خیلی خیلی خاص‌تر و قشنگ‌تره آدم دوست داره یه هفته اینجا بمونه خیلی باحاله پول اینو میگیری؟ بی زحمت اینجا اولین باری که میایم بچه‌ها من هر دفعه میام یه خونه جدید رو افتتاح میکنم این از پذیراییش آشپزخونه‌ش هم خیلی خوبه جمع و جور تمیز بچه‌ها من دارم ویدیو میگیرم به خاطر اینکه اگه شما هم خواستید یه موقع بیاین میتونین رزرو کنین این هم سرویس بهداشتیشه فرنگی هم داره حالا موتور برقم یکم دیرتر فکر کنم روشن کنیم اینم بالا
چقدر اینجا خوبه، چه دلوازه، خیلی خوبه. بچه آشو بیاریم اینجا بار بذاریم، صبحونه هم اینجا بخوریم، نهار هم اینجا بخوریم. برم اینجا بکنم اتاق. آره این قفله. اینا قفله بچه. خیلی قشنگه، خیلی خوبه. بچه اولین کاری که میکنه لطفا وسایل آشو بیاریم من اینجا بار بذارم. بیاریم اینجا دلوازه بهتره. خیلی گاز اینجا من اتاقه. اون زنبیلو بیاریم. بس هست دیگه پایین آخه پایین دیگه. زنبیل منبیل. آره. نه منظورم این چقدر بزرگه. خیلی قشنگه. بریم کم تو مرحله اول من آشو میخوام بار بذارم به خاطر اینکه تا بخواد جا بیفته یکم زمان میبره. از قبل حبوبات و خونه خیس دادم، 2 روز قشنگ آبشو عوض کردم. اول اینو میذارم که بپزه. دنبال چی میگردی میسم؟ اگه اونجا میذارم قدیما میذارم واقعا کنجکاویم بدونیم اون تو چه خبره. منم میذارم یک آش رشته تو این هوا براشون درست کنم. واقعا میچسبه. یخ شده؟ آره فریزر گذاشتم میده. خب اینو میذاریم که بگی میشه. من شیشم آماده کردم. لذت میبرین؟ ببون بیه فوریه نمیدم کجاست. فوریه مخابر است. یک کدو هم از باغ بابا آورده. این فکر کنم کدوش باید خیلی خوب باشه. ظاهرش آره این فوق العاده است. تو پرت می‌کنی. چیه اوری جان عصبانی؟ نه خیلی باحاله اینجا بدم. واقعا عالی داره که خیلی خوبه. اون چیه بچه؟ سیبه؟ سیبه آره اون درخته پر سیبه بچه. ساشی حتما میرن اینجا. سیب سینا بگو بهتون میده دیگه. درخت پر سیب. این در هیچ کاری مهیا. آره آفرین بره بالای درخت. گردو کنید شما؟ نه نه آره بعد بیاین کندن گردی میاد. اکسپته اصلا گردو خیلی حال میده گردی من ببینم. آره اصلا یه طلا شیرینه شیرین. همونجا بخوریم. اون درخت بکنی بخوریم. سفته این. عجب کوییه. سفت خوشمزه است دیگه. کله خوش. کله خوش که. خیلی خوشمزه. وای مگه میشه تو این هوا میزنی؟ کرم گرفتی. کره میزنی؟ دارچین کره. کلا من کدو هیچی هم نزنم دوست دارم بخدا. این اولین کدوی امساله من نخوردم. منم نخوردم منم نخوردم. تازه شروع شده. عطری داره. تازه شروع شده. واقعا اینجا لذت بخشه. دست در نکنیم ما اینجا آوردیم. آره هر سال ما کلی کیف میکنیم. من اولین بار اینجا میام ولی خیلی خوشم اومد. آره من که هر سال دارم فیض دستتون در میبرم. نکنیم. بچه ها تا شب نشده گفتیم بیایم بیرون یه چرخی بزنیم. یه لحظه مه رفت دوباره پشتم رو ببینید مه شده. اینجا دارن با اسبا تمرین میکنن. ما هم فضولچه بریم ببینیم چه خبره. زمینم گلیه بچه ها یه چیز خوب بگوشین سر میخورین ها. پشونه تو خیلی سره. اینجا پشت رو ببینین شکل. چرا بابا سینا اینا داشته باشن به ما میدن. سیب بیاین دیگه. یکی درخت ما خیلی دارن. آره بیا ببینیم دارن تمرین میکنن. بچه ها اینجا چقدر قشنگ شده. ما اومدیم یه چرخی بزنیم.
فوق‌العاده است. بگیره اصلا خواهش میکنم گوشی دستت باشه. اصلا میتونید دیگه یارو ایراد خب نداره. دیگه پوستشه دیگه. می‌دونی چی شد این؟ آخه دیگش هم چیزی بود که بچه‌ها نه واسه ببینید. من گرفته. دا 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 بچه‌ها دا. ما رفتیم پیاده روی دوستان. این کدو یکم سوخته، حالا میخواستم اونور بدم به سمانه جولینا. اومدم دیدم که برامون نون محلی پختن با پنیر محلی. خیلی با معرفت. جان در نکنه. عجب چیزیه. واقعا خیلی. منم حالا میخوام کدو براشون بپزم، آش براشون ببرم، بریم ببینیم سرگذشت آش چی شد. 100%. بخاری هم که اینقدر من که پنیر دوست دارم، این پنیر خیلی دوست دارم. میسم بیاد، هوا اینجا خیلی ملایم و خوبه. بهشت خیلی خوشمزه است، من عاشقشم. اوه. روزایی که میومدیم چه کرده؟ همه رو دیوونه کرده. خب سبزیش هم ریختم، حالا بعد دیگه مراحل بعدیش بازم دم دست عالی. پشکم دار. شب شده بچه‌ها، یه سکوت اینجا هست. رفتیم بالا در مورد یکم خرس صحبت کردیم. تو ازش که زمستون میاد بگو کنوس میخوره با آلوچه. خیلی برای من جالب. تا جایی یادم اصل میخوردم قبلا. آره الان دیگه به همه چی اکتفا میکنن ها. بعدم گفتم خرس و مثلا بابات باش جنگید، بعد اینو چیز نکرد مثلا بده به مویزبانی. این سوالای عجیب غریبی میپرسه خدا. نه 30 سال پیش گوشی کجا بوده؟ الان هم مثلا خرس بیاد حمله کنه گوشی تو دستت باشه، تو کاری میتونی بکنی؟ در خودم فکر کردم گفتم آره دیگه حرف درستی. دقیقاً. مثلا قرار بود فقط آش بخوریم، حالا کدو رو در پیش داریم تا آماده بشه. یاد باشه نکنی سیرشی. نه اینجا آدم گرسنش میشه، بالا اینجا آدم گشاد میشه. مثل سرت میشه. آها. اینجا بیشتر. بیشتر آره اینجا بیشتر. ناتون سر البته واسه صبحونه هم مریم سیامزی گرفته، ولی فکر کنم واقعا خیلی خوشمزه. ولی یه تو برنامه سر ما بذاریم. پاییز بود. خیلی وقت نرفتیم. نه من تصمیم داشتم به زودی، بعد چیز مثلا اونم فعلا شرایط نداریم اونجا هم بیان. بودم دیگه آره با اونا نمیشه دیگه برنامه. تو خیال نمیخواد دیسکاریز کنی؟ با اجا خیلی راست میگید نمیخوام محلی عالیه. مثلا نون واقعی. آها بچه بیا گوشی کاری نیست. آره یه بسته بکنم بگردیم خیار اینجا باشه روز میشه. نشاسته نیست مگه؟ بچه از اونجایی که کش نشسته. یه مقدار نمکیه، همیشه باید نمک آشو چک کنید، یعنی اینکه زیاد نمک نزنید چون امکان داره که این رشته ها خودش شورش کنه. کشکم خودش شد. من حالا تا یه مقداری بهش نمک زدم، اینم خیلی خورد نمی کنم. شبیه عروسی ها آره مثلا این من نوره. من بودم شاید رشته کم باشه، یه وسیله دیگه هم گرفتم که یه موقع کم و کسری نباشه. وای تو این هوا خیلی خیلی نمیچسبه واقعا. آبگوش نمیچسبه تو این هوا. آره بهش فکر نکردم، خوب بود. بابا اینم خوبه بابا. خیلی زحمت داره خدا اینم. این از زحمت ها رو ستاره به دوش کشید. امروز تولد حسین بود. تولدش از همین تبریک میگم. دستم کم ناراحت شد. چرا تولدم نیستی داره میری با دوستات بیرون. در صورتی که دیشب رفتم تولدشو بهتر، ولی دوست داشت امروز کنارش باشم. آیا دوستمون دوست داشت امروز کنارمون. آیا به نظرتون کار من زشت بود یا نه؟ تو کامنت ها ولی از دلش در بیاره. وقتی اون داره با دوستاش میری بیرون تو فکر میکنه اونجوری دفعه باز نیست خدایی. من در بیشتر وقتا جریان با منه میاد خونه ما. من در جریان یه چیزایی هستم. امیدوارم که بچه ها خوشتون بیاد، دوست داشته باشین. جای اونایی هم که دارن این ویدیو رو نگاه میکنن خیلی خیلی سبز
و کسایی که در آش قبلی کنار اون بودن. بچه‌ها چی میخوایم بریزم؟ تو حاجتون رو میگم تو چی میخوایم؟ نعنا نه برای طرحه ریزی براش بریزم. وای عطر و بوش بند دیوانه کرد. بوی هیزم و بوی این اصلا ترکیب برنده است. بهشت اینجا بهشت. نه من چرا سردمه سردته؟ لباس آوردی بهت گفتم کومخونی داری کومخونی. یعنی بعد گفتی اونا مریم اون قاشق رو بهم میدی؟ بزن قاشق این برای کیه؟ این برای میثم من دارم براش تزیین. اوه مای گاد. خب قاشق خدای پشت پناه من باش. اوه مای گاد. رژیم و اینا اینجا هیچ چیزی معنی نداره. بده اجو خواه قاهد پیتزا براه براه عشق براه الان آدم رفت میزنه هوری. دیگه یا بخیر بودم هیری بیری چرا خوش رنگه؟ قابل نداره. بعد اونجایی که من دیگه میخوام خیلی تنوع برم تزیین کنم. میشه زیاد میگه باش چشم داشت خوردیم ترکیدیم ترکیده قشنگ اینجا. اینم سهم سینا اینا که سعی کردم یکم دیزاینش کنم. مریم این طرح بعدی رو داد که گفت اینجوری بکشش. آره عالی خیلی خوب شد. خدایی من دارم میترکم. واقعا منم. حالا کدو هم داریم اونو ببر. گلو یه ساعت بعد ببین آش رشته خیلی دوست داشتم. خیلی عالی بود. کدو هم دوست دارم. وای اصلا انقدر خوردم که شکم. من یه دونه ماسخوری خوردم مثلا ما ولی دو تا واقعا پر خوردیم. شد. نون و پنیرم خورده بودم قبلش. بود. معرکه میخوام اینم بود. ببریم واقعا بفرستیم دست درد پرده. نکنه. فردانه هستم. شهر کتاب گرفتم بعد دوست داشتم که جمع باشیم آنباکسش کنم. قیمتش هم 435. یه بازی دیگه هم بود که اونو موجود نداشت. تپه های ندیده. خیلی هم تعریف میکنه. حالا اینو بازش کنیم ببینیم که چجوریه. مثبت 17 نه مثبت منفی 18 زده. شیر سم آوره ولی خودشون هم اینجوری زدن سماور. اینجا چرا کارت داره؟ آره اینجا توضیح داده بازی رو. یه دور بخونیم ببینیم که چیکار باید بکنیم. رفتم دیگه من برنده شدم. آها راست میگه. بچه‌ها دو دور بازی کردیم. اولش یکم سختمون بود چون تا حالا اصلا این مدل رو بازی نکردیم. اینه که یکی قرار مادر یا پدر عروس بشه، بقیه همه خواستگاریم. باید از پسرامون کلی تعریف کنیم و دور اول تعریف میکنیم، دور بعدی میایم پسرای بقیه رو یعنی خواستگارای بقیه رو چیز میکنیم تخریب. آره تخریب میکنیم و خیلی بامزه است و البته باید یه ذره توضیح بده مریم میثم. آره بس ستاره بگی سمت چپ. آدم فوق العاده معروفیه و اینکه خیلی پسرم با احساس ویولون میزنه. معروفیت اونقدر برای من میتره نیست. کسی نیست که دلش نخواد با یه آدم معروف حداقل یه عکس نگیره چه برسه ازدواج بکنه. و آدم معروفیه دلیل بر اینه که مطمئن باش وضع مالی فوق العاده خوبی داره و همه دنبالشن ولی این دنبال کسی نیست. عزیز دلم دختر من انقدر تو پول غرقه اصلا دختر تو بگیم بده بده نه سیاست مداره. تو شکونست بدن نمانه. این پسر مادر معتقدی هر روز توی اوه یا بلفس آدم به کجا میاد خیلی راحت میتونه با شما کنار بیاد. این سه اطلاعات یکی شما رو من تریدیار خوراک خودته اصلا یعنی خوراک خودته. حالا فعلا در مورد پسر تو یعنی یه نکته مثبت داره. حالا مادر رو ببین پسر رو بگیر. مالا ببین به مادرش رفته. اگه منو قبول دارین دیگه پسر منو باید قبول داشته باشین دیگه. چه شناختی رو تو داره که بخواد میبینه دیگه خانوم به خانوم به این محترمی شما چی میفرمایید؟ درسته شما خانم محترمی هستی ولی من کسایی که زیاد از خودشون تعریف کنم زیاد من معامله ندارم. باهاشو ندیدی حالا شما تعریف تمجید دوست نداری ولی خب حق دیگه حرف حسابه. سرمایه دار بزرگیه پدرش. باباش داره خودش چه کاره؟ خودش
هر چی که باباش داره یه پسره، هر چی که باباش داره مال خودشه. از فضل پسر اون را چه حاصل؟ همه چی حاصل، همه چی حاصل خانم، همه چی حاصل. نه من دوست دارم پسر خودش تلاش کنه به دست بیاره. داره هر چیزی که تو بخوای پسر من داره. تلاش چی کرده دست آورده؟ آره 100% مطمئن باشه شما. پسر من شکارچی پلنگه در این حد. پسر من آدم سربیراییه، کارمند بانک، حقوقش به راه، خونش به راه، آدم فوق العاده صادقیه. این دیگه استفاده بازی هر چی که تو دلش هست راحت به هم میکنه، هم رکی هم صادقه. بعد آدم ورزشکاری هم هست، همیشه سالم، تغذیه سالم میکنه، هر روز صبح که بلند میشه یه لیوان شیرموز میخوره. به سلامت خودش و خانواده‌اش. جایی که بابای این پسر خیلی سرمایه‌دار و فلانه کلا میخوره و میخوابه. چرا؟ چون پدره داره تامینش میکنه. کی گفتی خانم؟ و اینکه اینم بگم و اینکه شکار پلنگ میره و شیر میره و فلان، یعنی هیچ احساسی نداره این بچه، یعنی آدم با احساسی نیست، یعنی حیوونا براش ارزشی ندارن، خیلی راحت میدونه جونه، وقتی حیوونا رو بگیره مطمئن باش جون آدم هم میتونه بگیره، جون دخترتو میتونه به لبش برسونه. اینا رو نمیگم که اونو تخریب کنم، اما میگم که فکر تو واسه فقط یه تیکه ازش مونده. کسی گردن نمیگیره. شامشون هر دستی دیدن. جا نداریم جا. آش خوردیم، نون و پنیر خوردیم. نون رسید بهتون؟ آره عالی، خیلی عالی، خیلی خوشمزه بود، هم پنیر همون نونش. هم داده بیلاواد است بابو پوسم همون دارم. ای بابا ای بابا برای جو چه عدم خوبی نمیاد. دسته امکان نداره بدون چالش ما بخوایم زندگی کنیم. بچه‌ها ما می‌خواستیم بریم بیرون آش ببریم، یه مقدار از آش مونده بود می‌خواستیم برای نیما که نخورده بود ببریم. هیچی گیر کردیم، این در باز نمیشه، صدا هم میکنیم کسی صدامون رو نمیشنوه، نمیم چی کار کنیم. منم سر قاشق بازی یه دونه از انگشتام از دست دادم، ولی خون اومده، خیلی درد میکنه. بچه‌ها ما دیگه یکم بازی کردیم، بذار فرقی نمیکنه. الان میخوام بخوابیم بچه‌ها. تو شکامونو خیاری بذاریم. ایشون دهنش آب میره، من دماغم آب عادلم قش رفته اینجا. آخر سر مریم بین بد و بدتر پسر من انتخاب کرد. بدک نبوده، بازیش جالبه. خیلی خوشم اومد، خیلی باحال، خیلی باحاله. تعداد بالا میشه حال میده. مثلا بیاریم برتن. فقط سناریویی که تو میچیدی عالی بود. چه دوشکای گلمزی. آدم یاد قدیم میفته. چون من میشه وسط فرش نمیدونم بدی خود نازی نماز میگیره که خودی داشت. من همچه بخورم. هر جا دوست داری بخوابش. ما یکم بازی کردیم دیگه، ساعت 3 شبه، میخوایم بخوابیم. مرسی که امروز همراه ما بودید، امیدوارم که در کنار ما لذت برده باشید. اگر ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید، منم به دوستاتون معرفی کنید. تا ویدیو بعدی که فرداست، خدا نگهدار. شب بخیر. حاضر که قش رفته مهربان آبانه. خداحافظ. خداحافظ.